مقاله‌های زیادی هم در صحیفه‌های انسیکلوپدی ما به تب رسانده بودند. بعد شناسایی استاد محمد سیفی آسیمی گفتند که از امروز اعتباراً موسی دانشویچ سرمحرری شما میشوند. از همون روز سر کرده ما همراه موسی دانشویچ گویا که در یک اداره کار میکردیم. من در همون وقت جوانترین مدیری همین سردکس علمی انسیکلوپدی سویتی تاجیک بودم. موسی دانشویچ وقتی که کار سر کردند، روز اولی کار با کلکتیو کارخانه یک بار شد روشن گفتن که کسی با من کار کردن میخواهد مرحمت، من نمیخوادم. اگر همون گروهایی که مخالفانی که هستند نمیخواهند کار کردن، اختیارشون میتونن از کار روند. و همین طور شد که از 3-4 نفر عریضه نوشتن رفتند، با دیگرها هم موندن و همین کلکتیو همراه کار کردیم. در یک مدت کوتاه باور میکنید اونا 2 سال سرمحرری همین انسیکلوپدی بودن. در یک مدت کوتاه اونقدر کاری را انجام دادن که ما در قریب مدت 6-7 سال نکرده بودیم. خصوصا جلدهای 6م، 7م و 8م همین انسیکلوپدی سویتی تاجیک از چاپ برآمد. سال 1988 موسی دینارشایف مدیر شعبه فلسفه اکادمی علمهای تاجیکستان. در سالهای 80 تشکل شخصیتی او چون عالم، دانشمند علمی فلسفه، تاریخ فلسفه تاجیک صورت گرفته. در این زمینه آثار زیاد تالیف و نشر شده. باید گفت که مقام و منزلت مفصوف چون راهبر و تشکیلاتچی او در نهاد انسانی و صفتهای شخصیش نهان بود. شخصی فهمیده و عاقبت اندیش، تربیت یافته و نکوخواه و نکوکار، کاردان و نکته سنج. او توانست بهترین متخصصان، خادمان علمی را در این درگاه علم و دانش جمع آورد. به کاربست و تنظیم کارهای علمی بنیادی پژوهشگاه توجه زیاد می‌داد. در کوتاه‌ترین مهلت شهرت این مؤسسه علمی، خاص قسمت تاریخ فلسفه آن، نه تنها در داخل جمهوری تاجیکستان بلکه در خارج کشور بالا رفت. فلسفه تاجیک از نقطه نظر تاریخی بسیار فلسفه کهن است. برای همین فلسفه کهن معرفی کردن و تحقیقات بردن، هنوز در همین سمت موسی دانشویچ خیلی کارهای زیاد کرده بودند. همین چند جلدی که از تاریخ فلسفه تاجیک حاضر نشر شدن، همین نشر دوام دارد حاضر. همین با همین دستگیری و با اندیشه های و با کوشش موسی دانشویچ به همین درجه رسیدگی بود. فعالیت خلاصه موسی دانشویچ عموما پررد در همین انستیتوت فلسفه و سیاست شناسی امروزه گذشت. شروع دفاع بود در خود همین اکادمی، در انستیتوت فلسفه بود همون شروع. و چون که میدونید محمد سیفی آسیمی رئیس همون شورا بودن. رئیس شورا محمد سیفی آسیمی بودن و جانشینش موسی دانشویچ. در ساحه علمی در حقیقت متخصصی ناتکرار بودن، اساسا در تاریخ فلسفه. حاضر میکنم شخصانی که در شعبه تاریخ فلسفه امروز کار میکنند، قریب اکثریت اونها شاگردان موسی دانشویچ هستند. موضوع انتخابی موسی دانشویچ بود تا به دفاع کردنشون در اینجا راهبری میکرد. بغیر از اینکه سالهای حاکمیت شوروی اکنون از بغیر از در جمهوری ما متخصصین یا که اسپیرانتان یا که عنوانجویان از دیگر جمهوری ها می اومدن. مثلا از قزاقستان می اومدن، از قرقیزستان، از ازبکستان، از ترکمنستان، تا حتی از روسیه می اومدن. با راهبری خود موسی دانشویچ که همین جنده توسعه میکردن، کار میکردن. مثلا اجرای همون به انجام رسیدن رساله های نامزدی آمده در اینجا دفاع میکردن، چون که شروع علمی در اینجا بودگی در حقیقت اون دوره خوب بسیار شروع با نفوذ بود در انستیتوت فلسفه. همه این راهبری در دست موسی دانشویچ بود. سالهای 92 عصر 20 تاجیکستان استقلال یافت. تأسیس یابی پژوهشگاه فلسفه و حقوق اکادمی علمهای مملکت در زمینه شعبه فلسفه با ابتکار و تلاش‌های پیوسته موسی دینارشایف در رشد و تکامل علمی فلسفه تاجیک تکانی جدی بخشید.
در تحقیق و پژوهش آثار و افکار فلسفی بزرگان علم و فرهنگ، متفکران برجسته تاجیک و پیشتازان علوم فلسفه جهان نقش بارز داشت. زیرا سالهای طولانی از سالهای 1991 تا سال 2007 سروری این پژوهشگاه علمی تحقیقاتی را موسی دینارشایف به عهده داشت. ما به طفیل کوشش‌های استاد اولین بار در تاجیکستان اینستیتوت فلسفه تأسیس داده شد. راهبری اون به خود استاد واگذار کرده شد که این باوری بین‌نهایت زیاد است، باوری کلان است نسبت استاد دینارشایف دائما در پی جستجو بودند، مردی غمخوار بودند، در بعضی نقطه‌ها بین‌نهایت سختگیر هم بودند، راهنما هم بودند. دائما کوشش می‌کردند که در کارگزاری خود نسبت همه کارگران همچون یک پدر غمخوار کمک کنند. با طفیل همین بودنی مثل اکادمیک بهاءالدین و بعدا محمد آسیمی و موسی دینارشایف و غفار اشوش همین اینستیتوت تا هنوز با معرفت بالا، با فرهنگ تمدنی خیلی خوب، با عقل خیلی خوب، کلکتیو خوب رو ساختند و رفتند. میراثی که اونها گذاشتن غیر کتاب‌ها و دانشجوشون، غیر شاگردا، باز همین اینستیتوت روی نظم نظام گذاشتن. هر نفری که اومد پس از اونها یک انسانای خوب بودند. یک خصلت بزرگی اونها این بود که بسیار میخواستند که همه کارمندا تحقیقاتشون رو به اتمام برسانند، چون که بسیاریا رساله های علمی را میگیرن، تصدیق میکنن، ولی در دوام کار از این کار مثلا سهلنگاری میشود یا که یک تنبلی دارن. گشته برگشته هر وقتی که شما را میدید مثلا موسی دینارشایف گویا که از شما سخت همون چیز طلب میکنه. او همچون سروری به آزار و غمخوار با اهل علم، پژوهشگران به نرمی و مهربانی معامله میکرد. همکاران را شنیده و فهمیده میتوانست. هیچ وقت اینان دوراندیشی را از دست نمیداد. مسئله های مبرم بحث طلب را با آرامی و تحمل حل میکرد که این همه گواه صاحب معرفتی چنین یک چهره معروفی علم و فرهنگ تاجیک استاد موسی دینارشایف است. میانه های سالهای 80 قرن گذشته، یعنی قرن 20، در جامعه ما یک احیای فکری، یک تحولات فکری در بین جوانان، بخصوص اهالی‌ها، بخصوص در بین جوانان پیدا شده بود. و ما یک گروه جوانان وقتی در شهر مسکو تحصیل میکردیم، در بخشی از پیانتو و یا در بخش کارآموزی و در سطح گوناگون، و وقتی جمع میشدیم بیشتر از نمایندگان خیلی برجسته و افتخارمند مردم تاجیک در علم صحبت ها میکردیم و در بسیار حالت ها در همین بین در گفتگوی جوانان، در بین اهل علمی جوانان نام استاد موسی دینارشایف فیدی زبان ها میگردید. بعدا بنده که بعد شبه برگشتم، خب از نزدیک خیلی نزدیک شناس هم شدیم و در سیمای استاد موسی دینارشایف من یک زیایی، یک نماینده زیایی خیلی سطح عالی تاجیک آخر قرن 20 و ابتدای عصر 21 رو میبینم. استاد شخص خیلی دانشمند بودن، خیلی دانشمند بودن، از فرهنگ و ادبیات، از تاریخ مردم ما خیلی آگاهی خوب و آگاهی خیلی عمیق داشتن و وقتی که صحبت ها میکردن صحبتشو بسیار دامنه‌دار، فراغ، منطقی خیلی قوی، با دلیل ها، با اثبات ها همیشه سخن خود رو بیان میکردن. استاد داننده خیلی خوب ادبیات بودن. شاید از سببش اونم باشد که در عصرهای میانه ادبیات و فلسفه با هم بسیار توأم بودن، یکی با دیگر آمیخته بودن و دیگر رو پرو میکردن و هر نفر به علم فلسفه مشغول میشد حتما از ادبیات هم برخوردار میگردید، یا اینکه هر نفر به علم ادبیات یا اینکه به ادبیات به کلام بده مشغول میشد حتما از علم فلسفه هم برخوردار میگردید. با فعالیت علمی تشکیلی
ایجادکاری موسی دینارشویش بهای بسیار داده شده. از همین حاضر اگر سامانه‌های نگاه کنید همه درباره همین موسی دینارشویش فقط سخن‌های نیک، گپ‌های نیک، خاطره‌های نیک زدن. برای من موسی دینارشویش همچون شخصی میمونن که هم سختگیر، مهربان مانند پدر. موسی دینارشویش از اون علما فیلسوفان کمی هستند که محض برای مونوگرافیاشون با اونها عنوان نامزد علم و عنوان دکتر علم داده میشه. موسی دینارشویش از همین کمترین ها میباشند که هم برای مونوگرافی فلسفه نصرالدین طوسی و اون که از عنوان نامزد علم داده شده است که بعدا به مونوگرافی ناتورفیلسوفی ابن سینا، اینو مونوگرافی به زبان روسی بود اما وقت و موسی دینارشویش از روی مونوگرافیشون دفاع کرده رتبه دکتر علم فلسفه را گرفتن. وقتی که امروز سخن درباره اکادمیک موسی دینارشویف می رود، ما زیادتر درباره هم فعالیت علمی، مکتب علمی که استاد موسی دینارشویف داشتند و فعالیت تشکیلاتچگی که داشتند در سطح گوناگون به حیث راهبر و نایب پرزیدنت اکادمی علوم ملی فعالیت میکردند گفته گذشته میتوانیم. من فکر میکنم پیش از همه استاد موسی دینارشویف دارای مکتب علمی بودند و خودی تشکل فلسفه تاجیک در زمان شوروی و بعدا در زمان صاحب استقلالی کشور طبعا با نام موسی دینارشویف است، چون که تأسیس خودی شعبه فلسفه در ساختاری اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بعدا با اینستیتوت فلسفه تبدیل یافتنی این شعبه این به واسطه خدمت‌های موسی دینارشویف هستند و اون زمان البته گشادن شعبه یا اینستیتوت در ساختار اکادمی علم‌ها کاری بسیار هم دشوار بود، زیرا تمام سمت‌های فعالیت اکادمی علم‌ها با اکادمی علم‌های سابق شوروی هماهنگ می‌شد و برای گشادن این یا آن شعبه ساختار حتی موضوع علمی موافقه با مرکز حتمی بود و برای این اساسنا کردن لازم بود و برای تأسیس شعبه فلسفه و بعدا اینستیتوت فلسفه پیش از همه ضرورت بود که نیروی کادری جوابگو به طلبات باشد و بنابراین آماده کردن کادرهای علمی در ساحه فلسفه و تشکیل مکتب‌های علمی سمت فلسفه، فلسفه تاجیک موضوعهایی بودند که سالهای مخصوصاً 60 و 70 یکی از مسائل بسیار مهم و مسائل از نگاه حل آن زمانه دشوار هم بودند، چون که جلب بیشتری جوانان به علم فلسفه نبودن خودش اختصاص فلسفه در مسائل تحصیلات عالی کسبی مشکلات دیگر بود. حاکمی ملکی سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. بله، علم جوهری شریف است. بزرگی علم و وجود علما از قدیم الایام روشن است و علم و دانش از بهترین پدیده های الهی است. موسی دینارشویف مایه سرسبزی های خرد ازلی انسان را از علم و معرفت می دانست و خود چراغ معرفت بود و با نگاشته ها اثرهای ماندگارش کاخ علم و دانش خاص علم فلسفه را روشنی بخشید. مفصوف هنوز در آغاز نیمه دوم عصر 20 به تحقیق و پژوهش افکار فلسفی سر کرده توانست با تحقیقات‌های فوق‌العاده علمی داشته‌اش به درجه صاحب مکتب و متفکر بزرگی فلسفه برسد. اکادمیک موسی دینارشویف در ساحه‌های مختلفی تاریخ فلسفه تاجیک نمایندگان معروف آن چهره‌های نمایان مکتب‌های گوناگون فلسفه عصر میانگی نیاگان تحقیقات‌های بزرگی نمود که بدون توقف گنجینه علمی فلسفه جهانی را غنی‌تر می‌گرداند. به قلم مفصوف بیش از 300 نامگوی اثرهای علمی تعلق دارد که بیشتری آنها را کتاب‌های جداگانه مجموعه‌های علمی تشکیل می‌دهند. در قرن 20 کم بودند کسانی که با نگاه عمیق بومی و سرزمینی به دانش گذشته رجوع می‌کردند و از اون دانش یک سرمایه‌ای می‌اندوختند برای اینکه بتوانند چراغی فراراه جامعه مردم ماوراءالنهر روشن کنند.
یکی از این مردان شادروان دکتر موسی دینارشایف بود که در عرصه کار خود در سرزمین تاجیکستان بسیار می شود گفت کم نظیر بود و می توانست بخشی از تحولات فکری و فرهنگی این حوزه رو به درستی نمایندگی کنه. من این توفیق رو داشتم که چند سال بر سفره معرفت تاجیکان نشستم و از مصاحبت دانشوران و فرهنگ دوستان این سرزمین بهره‌مند شدم. این مرد آراسته، خوش سخن و بلند بالا در زمره کسانی بود که من توفیق مصاحبت و مجالست و همدمی با ایشون رو داشتم. مصاحبتش دلپذیر، جهان معرفتش فراخ و گسترده بود. کلامش در یک بستر فرهنگی از تاریخ تمدن می روید و بالنده می شد. اینکه امروز نام موسی دینارشایف با کلام در واقع این منطقه گره خورده است نشان دهنده همین هست که این مرد بزرگ به آبشخورهای فکری کهن این سرزمین رجوع کرد، از آنها بهره گرفت و توانست برخی از این افراد رو به جامعه جهانی معرفی کنه. من به کرات خودم در باب نصفی با او گفتگو کردم. خب از باب اینکه یکی از کهن‌ترین متکلمین و مفسرین حوزه ماوراءالنهر، یکی از داناترین مردان این سرزمین رو معرفی کرد به جامعه اهل معرفت، بسیار بسیار اهمیت داره. نصفی فقط یک متکلم نبود، یک مفسر بزرگ هم بود. کسی بود که ظرفیت‌های زبان فارسی رو برای کار ارزشمند و سترگی مثل تفسیر نصفی نشان داد که چگونه یک دانشی مرد بزرگ میتونه از این زبان بهره بگیره برای اینکه یک زبان رو تبدیل به زبان علم، معرفت و فرهنگ کنه. و این کاری بود که استاد موسی دینارشایف به جامعه قرن 20 تاجیکستان در واقع معرفی کرد. این کار بسیار بسیار بزرگی بود. این مرد پیوندگر دیروز، امروز و فردای این سرزمین کهنسال بود. برای نسل ما که سالهای 70 و 80 به میدان علم و فرهنگ وارد شدیم، نام استاد موسی دینارشایف در برابر نام استاد بسیار ارجمند گرامی ما محمد آسیمی، ادهمов، منصورов، جورایف، ناصرов، استاد محترم ما اکبر ترسون، اینها نه فقط استادان ما بودند بلکه یک پرچم افتخاری ما در میدانهای جهانی بودند. در هر کنفرانسیا، سیمپوزیوم های بین الخلقی که ما اشتراک میکردیم، این نام ها گویا که پشتیبان ما بودند. وقتی مثلا در تمام منطقه آسیای مرکزی و در مسکو وقتی سخن از تاریخ فلسفه شرق می رفت، البته پیش از همه نام استاد موسی دینارشایف گرفته می شد و آرزوی دیدن موسی دینارشایف می کردن. من که در الماتا حمایت کردم رساله نامزدیمه، وقتی که استاد دینارشایف آمدن یک هیئت بسیار محترم بلند را پیشواز می گرفته باشند، همین گونه پیشواز گرفتند و یک 4 روزه که در الماتا بودند همین گونه در مرکز دقت و در مرکز احترام بسیار بلند استاد بودند. به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماهی نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. اکادمیک موسی دینارشایف بسیار شخصی سختگیر بودند. همچون استاد بسیار
باریک نظر بودند در تمام کارها، در تربیه شاگردانشان، در کارهای مکاتبه، در کارهای مصلحت به شاگردان بسیار باریک نظرانه و مشکوفانه مصلحت میدادند. چون که آن کس خودشان که عالم اصیل که بودند در حقیقت کوشش میکردند که شاگردانشان نیز در این راه، در این سمت تربیت بیابند. آنها دائما تاکید میکردند که حتما منبع خوانید. وقتی که عالم یا اینکه فیلسوفی که منبع نمیخواند و از منبع برخوردار نیست، یعنی منبع‌های علمی اصل را در نظر داشتند، آن عالم نمی شود، یا اینکه آن شاگرد یا اسپیرانت یعنی به هدف خود نمی رسد. نشر پیوسته اثرهای تحقیقاتی عالم پرمحصول موسی دینارشایف و دسترسی اهل علم و خوانندگان گردیدن مقاله های قیمت بلندی علمی داشتهش از دانش و تحقیقات های گوناگون جبهه و مکمل و پرارزش او شهادت می دادند. نقش این عالم صاحب استعداد و پختکار و کشاف اصیل در آموزش و تدقیق آثار پرغناوت علمی و فلسفی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا خیلی بزرگ است. اثرهای پرمحتوای به آثار این نابغه شرق بخشیده محقق برجسته موسی دینارشایف، ابن سینا و فلسفه او، نطور فلسفه ابن سینا، افروزنده نور خرد و افشاننده تخم معرفت، مطالب فلسفه ابن سینا، کمپندیوم فلسفه ابن سینا و دهها نگاشته و مقاله های دیگر از پرارزشترین دستاوردهای علم فلسفه شرق محسوب یافته از جانب دانشوران و سینا شناسان عالم علاقمندان فلسفه بهای بلند گرفتند. وقتی که سخن درباره زیای ملی می رود، زیای ملی سه عنصر، سه علامت اساسی دارد. یکی آنکه زیایی باید یک چیزی نو ایجاد کند، یک چیزی ایجاد کند که برای ملت و دولت و خلق منفعتدار باشد. دوم، زیایی آن را میگن که وی تواند که در مردم حس علم دوستی، فرهنگ دوستی، ملت دوستی را بیدار کرده تواند. و آن را میگن که از پیش خود گروه جوانان قابل و لیاقتمند وطن دوست را برده تواند. وقتی که از همه نگاه بر زیای ما بها میدهیم، من به شبهه همه خصلت‌ها را در سیمای موسی دینارشایف در طول فعالیت علمی ایجادشان مشاهده کرده بودم. و آخرا اون کس یکی از زیادهای ملی تاجیکند که در بیدار کردن حس خودشناسی، ملت شناسی و هویت ملی مردم تاجیک با اثرهای تاریخی خود در ساحه علم فلسفه، با آن لکس‌های و معروضه‌هایی که در بین جوانان دانشجویان در بین مردم می‌کردند، با ذوق و شوق آنها را به علم و فرهنگ بیدار کردن، همیشه زیایی بدن خودشان را برای این ملت اثبات کردن و معرفی نمودند. یکی از معروفترین فیلسوفان شناخته غرب، کارل یاسپرس میگوید که شخصیت بزرگ معنای تاریخ را دارد و تاریخ با ظهور شخصیت‌های بزرگ آغاز می‌گردد. یا اینکه گیوته شخصیت بزرگ را به کوه شباهت می‌دهد، یعنی هر قدر که به اون نزدیک شوی همان قدر شهامت و همان قدر بزرگی آن بیشتر می‌گردد. خب در طول 15 سال کاری هم در اکادمی علم‌ها و هم در دانشگاه ملی با استادان زیادی هم صحبت شدم که با معنای تامشون بزرگ بودند و هستند. و استاد زنده یاد اکادمی دینارشایف از زمره همین بزرگان، بلکه در سرحلقه این بزرگان قرار داشتند. در صحبت‌ها با استاد پند زیادی گرفتم و این سعادت تنها به همون نفران میسر می‌گردد که اگر در صحبت با استاد نشسته باشند و یا با استاد یکجا کار کرده باشند.
سخن استاد همیشه در گوشم هست که همیشه تاکید میکردن که همون عالمی در جامعه مقام و منزلت پیدا میکند که اگر در تحقیق علم حلال کار باشند، صادقانه کار کنند، یعنی تقلب کاری نکند. در تصور ما شاگردان نام موسی دینارشایف همچون استادی خردپیشه و برکمال، سختگیر و سیرطلب ولی مشفق و غمخوار نقش بسته است. در تاریخ علم معاصر تاجیک پیش از همه سیمای موسی دینارشایف پیش از همه به صفت یکی از نفرانی که روش عقلگرایی را در علم ما پیش از همه مرتبه افضل میدادند مهم است و همین جهت است که امروز ما در علم فلسفه تاجیک به آثار موسی دینارشایف مراجعت میکنیم و از آن استفاده میبرند و در تشکیل علم هم باشد چنانکه که خاطر نشان کردم پیش از همه وقتی که موسی دینارشایف از این موقع نزدیک میشدند بنابر همین هم آن مرکزهای علمی، مکتب‌های علمی و شعبه و بخش‌هایی که در دایره هم انستیتوت فلسفه و حقوق و در وقت نایب پرزیدنت اکادمی علم ها بودنشان در بخش‌های دیگر علم هم نیز ابتکار کرده بودند. همیشه امروز نیز همین برای پیشرفت علم جمهوری تاجیکستان سهم گذارند و بسیاری از دیدهایشان را امروز اقتباس می‌آورند و آنها را همچون یک نمونه خیلی بلندترین هم صفت علمی هم آداب علمی دایره علمی امروزه جمهوری تاجیکستان به خود گرفته است. اکادمیک موسی دینارشایف برابر پژوهش آثار و افکار بزرگان علم فلسفه در ساحات مختلفی تاریخ فلسفه تاجیک دست به ترجمه اثرهای شناخته ترین متفکران تاجیک و فارس زده، بسیار کتاب و آفریده های گران ارزش را در مثال اشارات و تنبیهات ابن سینا، زاد المسافرین ناصر خسرو، تحافظ الفلاسفه امام غزالی و غیر را از زبانهای دیگر به زبانهای تاجیکی و روسی ترجمه کرد، پیشکشی هواداران علم گرداند.